سلام و درود به کانال ایمن آپشن خوش آمدید. امروز اومدیم با یه آموزش توپ دیگه. اگر پمپ 206 تون کار نکرد، یکی از درا قفل باز نکرد، لازم نیست یه قفل کامل بخری. امروز میخوام بهتون آموزش بدم خودتون با کمترین هزینه تعمیرش کنید. ابتدا با یک پیشگوشتی تیوی 3 تا پیش داره رو در 206. اولیش توی دستگیر است. بازش میکنیم. دومین پیچ این قسمته، اینم باز میکنیم که این ماشین نداره. سومین پیچ زیر قاب توییتره. قاب توییتر رو با آرومی در میاریم و پیچ تی بی سی رو بازش میکنیم. بعد از باز کردن پیچ های تی بی سی، 3 تا پیچ تی بی سی، کافیه قاب روی دستگیره رو با یه تایلیور پلاستیکی آزاد کنید که خط و خش روش نیفته. حالا برای در آوردن رودری از پایین رودری تایلیور رو گیر میدی، خارا رو یکی یکی آزاد میکنی که هیچ کدوم نشکنه. به این شکل رودری رو میگیری و میکشی بالا، در میاد. بعد از باز کردن رودری، اگر رودری فوم داشت، با حوصله با یه تیغ کاتر فوماشو وا میکنی و این قسمت رو میدی کنار، چون با این سیما کار داری. حالا کافیه زبونه در رو با یه پیشگوشتی ببندی به صورت کامل و از بین این 6 تا سیم ما 2 تاشو لازم داریم. باید قفل و باز پمپ رو پیداش کنیم با یه لامپ تست و تیپ. سیم قفل و باز دومی و پین دومی و چهارمی است، ولی خب واسه اطمینان خاطر ما تست میکنیم که شما قشنگ پیداش کنید. یه سر لامپ تست رو میدی به بدنه و سر دیگه شو با یه تیغ نازک میذاری رو سیم. سیم دومی نارنجیه، من میذارم روی نارنجی. حالا زبونه در رو قفل میکنم، برق میاد توش. این یه دونه سیم. سیم چهارمی زرد رنگه، این سیم نبود. حالا میذاریم روی این، در رو وا میکنیم. پس شد نارنجی قفل، کرم باز. این 2 تا سیم رو کامل میچینیم که به قفل دیگه وصل نباشن. حالا برای نصب پمپ یه پمپ پرایدی 2 سیم لازم داریم با یه سیم پره و پیچاش که توی پکی کاملش هست شما تهیه کنید. برای نصبش 2 تا سوراخ روی پمپه که سوراخ اولی باید روی رد خار رودری باشه و سوراخ دومی رو به این شکل اندازه میزنیم. یه خط میندازیم. حالا با یه پیچ خودکار و 4 سو شارژی یه سوراخ میزنیم. بعد سوراخ زدن میونه سیمای پمپ. اگر پمپ 5 سیم بود، سیم مشکی، سفید و قهوه‌ای قطع میشه، چون فقط سیم سبز و سیم آبی رو لازم داریم. سر سیما رو لخ میکنیم. سیم آبی باید به سیم باز وصل بشه که این رنگ بود، سیم سبز به سیم نارنجی. حالا من برعکس میبندم براتون که بدونید چه اتفاقی میفته. این اگر برعکس ببندید، قفل رو که ببندی پمپ باز میشه، پمپ رو که باز کنی پمپ بسته میشه. اگر دیدید پمپ به صورت برعکس کار میکنه، فقط کافیه 2 تا سیم رو جابجاش کنید. حالا سیم آبی به سیم باز بس میشه، سیمی که وقتی باز میکنیم برق میاد داخلش. سیم سبزم به سیم قفل. بعد از بستن سیما قشنگ نوار چسب میزنیم که اتصالی به بدنه نداشته باشه.
قسمت رو هم قشنگ مرتب نوار چسب میزنیم که کار تمیز باشه. بعد از زدن نوار چسب سیم پره رو به این سبک رد میکنیم و پمپ رو از جلوی سیم دستگیره دربازکن میدیم بره داخل قفل. حالا دو پیچ 4 سویی داره برای بستن پمپ روی در. سوراخ پمپ رو با سوراخ روی در که زدیم تنظیم میکنیم. اول سوراخ پایین رو میبندیم. این نکته هم بگم یه ذره باید پایین تر بزنید که پیچ بالا چون سوراخش بزرگه قشنگ بسته شد. حالا پمپ بسته شد، امتحانش میکنیم به صورت روون بالا پایین بشه و جای گیر نباشه، چون اگر این دوتا پیش خیلی سفت باشه پمپ سفت میشه و کار نمیکنه. بعد از نصب پمپ لبه رودری رو یه خورده با دست میدیم بیرون که بست سه پیچ رو میبندیم گیر نکنه و برگشت بزنه. حالا پمپ رو تا ته میدیم پایین، قفل هم تا ته میدیم پایین، یعنی این بالا نباشه اون پایین. تا شد تا ته میدیم پایین و سیم پره رو یه خورده کج میکنیم که همراستای سیم زبونه قفل و باز باشه. بعد از اون با هم دست اضافیشو قطع میکنیم. پیچای بسته پیش رو به صورت شل میبندیم که داخل رودری نیفته. بعد از اون بسته سه پیچ رو سمت تک پیچ رو داخل سیم پره و دو پیچ رو به این صورت داخل قفل میذاریم و قشنگ با یه پیچ گوشتی سفتش میکنیم. اضافه سیم پره هم با انبرده از چفت این سیمه میکنیم. حالا یه بار با دست قفل باز میزنیم که ببینیم جایی گیر نباشه. بعد از اینکه با دست قفل باز زدیم رودری ها امتحان میکنیم. قبل اون زبونه در رو وا میکنیم که گیر نکنه. حالا در رو میبندیم، حالت قفل در قفل، حالت باز باشه. برای بستن رودریش هم دقت کنید قبل از هر کاری خار این سمت رودری، سمت بیرونیش، خار دومی در بیارین که گیر نکنه به میله پمپ و بتونه پمپ راحت قفل باز بشه. حالا برای بستنش کافیه به این سبک اینا لبه رودری رو توی این شیار بذارین و به این سبک جاش بذارین. حالا یه بازی خارا میره سر جاشو با تپه خاراش جا میخوره. پیچاشو سر جاشو میبندیم. سه تا پیچ داره، یکی داخل دستگیره، یکی این قسمت، یکی این قسمت. پیچه TBC بسته میشه و این روز اول برات کار میکنه. لایک و سابسکرایب یادت نره دوست من. این کلیپ هم بفرست واسه رفیقت که هزینه‌های میلیونی برای قفل ماشینش نکنه. تا کلیپ‌های آموزشی دیگر بدرود.